که شما هم میدانید تشریح نمودن عملیه تقسیم برای دانش آموزان نسبت به عملیه های جمع، تفریق و ضرب کمی مشکل تر است، چون در این عملیه باید یک عدد را گاهی به صورت درست و گاهی به صورت تقریبی از ذهن خود برای خارج قسمت دریافت کرد و این مورد برای دانش آموزان آسان نیست. بنابراین بدین منظور فعالیت‌هایی را ترتیب دادیم تا به دانش آموزان کمک کند که بتوانند عملیه تقسیم را درست‌تر انجام دهند. تقسیم عدد یک رقمی بالای عدد یک رقمی. با استفاده از مواد درسی در فعالیت‌های ذیل عملیه تقسیم را به روش بهتر و آسان برای دانش آموزان تشریح می‌توانیم. فعالیت اول، عدد 7 را طور ذیل تقسیم بر عدد 5 می‌کنیم. 7 تقسیم بر 5. 7 دانه لوبیا را به 5 قابک توزیع می‌کنیم. یک لوبیا به هر قاب. می‌بینیم که در هر قاب یک لوبیا رسته و یک را اینجا می‌نویسیم. یک ضرب 5. دیده می شود که دو لوبیای دیگر به هیچ قابک تعلق نمیگیرد، یعنی بیرون از قابک قرار دارد. پس این را به نام باقی مانده یاد میکند که 7 منفی 5 در اینجا، 7 منفی 5 مساوی به 2. اجزای تقسیم. کل لوبیاها که قبلا تقسیم نشده به نام مقسوم یاد میکنه. تعداد بشقابا را به نام مقسوم علیه و این علامه تقسیم. تعدادی که در هر بشقاب تعلق میگیره به نام حاصل تقسیم یا خارج قسمت و چیزی که دور از قاب‌ها قرار داره به نام باقی مانده. فعالیت دوم، با استفاده از کتاب و میز عدد 9 را بر عدد 3 طور ذیل تقسیم میکنیم. 9 جلد کتاب داریم و آن را میخواهیم به 3 میز طور مساویانه تقسیم کنیم. برای بار اول یک جلد کتاب به هر میز توزیع میکنیم. میبینیم که یک جلد کتاب رسید و یک را در خارج قسمت اینجا مینویسیم که در 3 میز 3 جلد کتاب شد و 3 را اینجا مینویسیم، یعنی 1 ضرب 3. از 9 که 3 را کم کنیم میشه 6، یعنی 6 جلد کتاب هنوز تقسیم نشده. باز هم یک جلد کتاب به هر میز توزیع میکنیم و 1 را در خارج قسمت مینویسیم، یعنی هر بار که به هر تعدادی را که توزیع میکنیم و آن را زیر هم در خارج قسمت قرار میدهیم، یعنی 1 ضرب 3 از 6 که 3 را کم کنیم میشه 3. این هنوز 3 جلد کتاب دیگه باز هم توزیع نشده و آن را میخوایم توزیع کنیم. برای بار سوم نیز یک جلد کتاب به هر میز و 1 را در خارج قسمت باز هم مینویسیم. از 3 که 3 را کم کنیم میشه 0، یعنی باقی مانده 0 است. حال خارج قسمت را با هم جمع میکنیم. 1 جمع 1 جمع 1 مساوی به 3، یعنی 3 جلد کتاب به هر میز رسیده. فعالیت سوم، 9 دانه رنگه را توسط 2 قطعه به صورت مساویانه طور ذیل جدا میکنیم. 9 تقسیم 2. 9 تا رنگه داریم و 2 قطعه. 9 تا رنگه را به 2 قطعه توزیع میکنیم. در مرحله اول 2 رنگه به هر قطعه توزیع میکنیم. میبینیم که در هر قطعه دو تا رنگ رسیده و 2 را در خارج قسمت مینویسیم که در 2 قطعه 4 رنگ شده و 4 را اینجا مینویسیم. از 9 که 4 کم کنیم میبینیم که 5 رنگ هنوز ناتقسیم مانده. 9 منفی 4 5. باز در مرحله دوم نیز 2 رنگ به هر قطعه توزیع میکنیم و عدد 2 را اینجا مینویسیم که در 2 قطعه باز 4 تا میشه. از 5 که 4 کم کنیم میمونه 1. 1 رنگ به هیچ قطعه تعلق نمیگیره که به نام باقی مانده. یه اعدادی که در خارج قسمت اینا رو با هم جمع میکنیم که اصل خارج قسمت ما حاصل میشه. عدد 4 عبارت است حاصل تقسیم است که در هر قطعه 4 رنگ رسیده و 1 رنگ باقی مونده.